جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. خب شما دختران عزیز، نوگلان عزیز من، امشب نماز واجبتون رو به جماعت در این حسینیه به جا آوردید. بچه‌های عزیز، شما که امروز جشن عبادتتون رو گرفتید، در حقیقت از امروز خدای متعال با همه عظمت و جلال خود با شماها حرف میزنه و شما رو مخاطب قرار میده. تکلیف یعنی مأموریتی که خدای متعال به شما میدهد که اگر این مأموریت رو به بهترین وجهی انجام بدید، زندگی شخصی خودتون و زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی رو به خوشبختی نزدیک میکنید. این معنای تکلیف. تکلیف یعنی مأموریت الهی. جشن تکلیف معناش این است که شما دیگه بعد از این بچه نیستید، کودک نیستید، شما نوجوانید، مسئولیت پذیرید، می توانید در خانوادهتون، در محیط مدرسه‌تون، در محیط‌های بازی با دوستان میتونید اثر بگذارید. وقتی انسان بچه است، خداوند تکلیفی برای انسان معین نمی کند. اما وقتی از بچگی انسان خارج شد، اون وقت انسان این افتخار را پیدا می کند که خداوند برای او تکلیف معین کند. بنابراین تکلیف خدا که حالا شما تکلیف شدید، این یک افتخار است برای ما، چون معناش این است که خدا با انسان حرف میزند، به انسان بکن نکن میگوید. این افتخار است. حالا شما ورود در تکلیف الهی را قدر بدانید، این رو یک عیدی برای خودتون به حساب بیاورید. دوران زندگی انسان دوران حوادث بیشماری است. شماها انشاءالله 10 سال در این دنیا زندگی خواهید کرد، حوادثی رو خواهید دید، مسائل فراوان زندگی رو مشاهده خواهید کرد، اونها رو تجربه خواهید کرد. اگر بنیه معنوی انسان، بنیه معنوی شما اگر مستحکم باشد، در برخورد با این حوادث شما شجاعانه، سربلند و پر افتخار به پیش خواهید رفت. هم افتخار دنیوی پیدا می کنید، هم افتخار معنوی و عزت الهی پیدا می کنید.